درود بکران خدا نثار تمام ملت سربلند پارسی زبان خراسانی ایران شرقی. تاجیکی که در سینگیانگ است، تاجیکی که در تاجیکستان است، تاجیکی که در ازبکستان است، تاجیکی که در آسیای مرکزی است، تاجیکی که در پاکستان است، تاجیکی که در افغانستان است. منصوری صاحب در هر کنج کنار دنیا پیدایت کنم ریش از رویت خشک میکنم. در هر گوشه و کنار که مردم سربلند با تمدن زندگی میکنه، همه قلب و جانم فدایتان. سعی کو ملت نام خدا، ملت سعی کو. انشالله که همگی خوب باشین، سرحال باشین، جور باشین، تیار باشین. من خیلی خوشحال هستم شما را میبینم. یعنی اینجا یک منتظر یک آرایشگر هستم بزرگوار کمی سر ریش ما را اصلاح بکنه که وقت نداریم هیچ به خدا. صبح یک فلایت داریم بخیر. جمع از دوستا را در یک جای ملاقات خود کردیم. یک برنامه بسیار پرتاثیر است. یک برنامه بسیار خاص است و ما صدای شما را تا جایی که نیاز باشه بخیر میرسانیم. خیلی خوشحال هستم از بودنتان، خیلی خوشحال هستم از وجودتان، خیلی خوشحال هستم از سربلندیتان، خیلی خوشحال هستم از مبارزه هایتان، خیلی خوشحال هستم از استادگی و شهامتی ملت سربلند. سعی کنم خدا مردم سعی کو بزرگوار. یک مردم با تمدن، یک مردم با فهم، یک مردم چیز فهم، یک مردم دانا، یک مردم آگاه. ما اصالت خود در قبال امی مردم امی میبینم که خود فدای مردم بکنم، فدای نمی مردم جوانی که در قسمت هویت و تمدن و تاریخ و باور اندیشه و رسالتش استاد نشد و خود وی ملت فدا نکرد، مبارز نیست. دایه پر اعتماد مردم سربلند تاجیک ابی سه جبهه است: جبهه وقامت ملی، جبهه آزادی و جبهه نهضت آزادی برای سال. این سه جبهه قابل اعتماد است. این سه جبهه استادگی دارن. این سه جبهه کوشش میکنن که آزادی را در داخل جغرافیا تنظیم بکنن. اعتماد ملت تاجیک بر امی گزینه هاست. هر اعتماد دیگه باعث سلب اعتماد شما میشه و شما را از درون متلاشی میکنه. اینم طور مقاوم پیش برین. گریان مردم کشیدین، فغانشان کشیدین، عذر و زاریشان کشیدین، نگرانیشان کشیدین. امروز بر من یک تماس آمده. یک تعداد آدم ها مشم خود چه فکر کردن؟ بیبی امی گروه قمچه زن و شلاق زن و در زن و زن ستیزه میگم. آقا یاور کدام بچگه که دیروز پریروز نیستن دیوال که ما را بازی بدی گپ. ما طالب دشمن ماست و تا روزی که زنده هستیم طالب دشمن ماست. دای ما معلوم است، رای ما معلوم است، اندیشه ما معلوم است، فکر ما معلوم است، سربلندی ما معلوم است، تفکر ما معلوم است. برادر، ما به هیچ شکل، به هیچ عنوان از مبارزات آگاهانه خود به عنوان یک نسل جوان دردمند نمیگذاریم. هیچ وقت. هدف موازی است. بر ما یک تماس آمده که بیادر چی میخوایی؟ چه شی غاره؟ ما گفتیم بیادر دشمنی، زدنک، کندنک. ما هدف ما آزادی است، هدف ما صلح است، هدف ما حق ماست. تا بال نفهمیدی؟ تا بال تو هم فکر آقا یاور نفهمیدی؟ به می خدا قسم که همی کل نمی دنیا را ببخشی، کل دنیا را ببخشی که ما جگرتان خون نکنیم، خلایتان نمیکنیم. پیشنهادات بسیار جالب مرا کدام اشتک فکر کردین برادر؟ مرا کدام آدم فروش فکر کردین؟ مرا کدام وجدان فروش فکر کردین؟ خدا در کمر بی خاینم میرت بزنه خاک در سرتان. آدمای زن ستیز قمچه زن شلاق زن در زن جا ممیست. ما تصمیم بگیرم که ملت خود تصمیم میگیرم. به ما چیز نگویم، ما میگم. ما گپ ما کد ملت ماست برادر. تصمیم ما کد ملت ماست، گپ ما کد ملت ماست، حرف ما کد ملت ماست. ما را خدا جوان مرگ بکنه که ما از ملت خود دیر شویم. ما را خدا نیست نابود بکنه که ما از اصالت مردم خود بگذاریم. او برادر، مردم ماست، میفهمی؟ ما عمر خدا فدای مردم کردیم، عمر خدا جان خدا برای ملت میدیم. این مادیات دنیا اصلا معنا مفهوم نداره. آقای یاور نکدام بیادر کدام آدمک خیله و لوده است، زندگی کم جور است، لپجاپم جور است، موترکم هم 2026 مدلش است، دم اکانت مم سایکن 150,000 است. اونم که خدا میته که ما دیگه ما میچلیم. آقای یاور چیزی کار نداره. با آقای یاور تماس نگیرین. در غیر از اون دفعه با شکایتتان از جای بسیار بلند میکنم، اذیتتان میکنم، ناراحتتان میکنم و بیچارهتان میسازم. هر کسی که هستی برادر.
این گپ واضح روشن آشکار. از همین خاطر از همین دریچه سرت صدا کرد. برادر توجه باشی که دیگه ما از اون مردم های مملگر و مملک دید و ای باورا نداریم. ما عزت و سربلندی و وقار و غیرت و تبار خود ما قربانی بکنیم. نه برادر، یگان دروازه دیگر تک تک بزن. آقا یاور یک نفر آن کبانه یک نفر اینم تو صدا میکنم میگه مرگ و گروه جاهل باطل زن ستیز قمچه زن شلاق زن درزن سرزرد گلپی فروش. یادتان باشه کلایتان زرد زرد گلپی ها دستان فکر میکنین کل دنیا رو شما میفهمین. برادر این جوان های امروز این دیگر رقم جوان هاست. شما که یک نسل دیگی رو برو هستین. حالا یک نسل دیگی رو برو هستین. توجه باشین. مکتب مشخص ما مکتب قهرمان ملی شهید احمد شاه مسعود است و این مکتب درس آزادگی است. اولین رکن مکتب آزادگی است. آزاده باش هرچی که هستی عزیز من، حتی اگر که بود پرستی عزیز من. اینان که از قبیله شوم سیاهی اند، بیرق به دست و شام و غریب و تبایی اند. اینان تمام هستی ما را گرفتند. برادر این مکتب در دل تفلکا جا داره. امروز میفهمید تفلکایی که نو بلند میشه ما ایره ایدئولوژی میتیم، ایره باور میتیم، ایره اندیشه میتیم، ایره ذهنیت میتیم، ایره تفکر میتیم. قهرمانای خود به عنوان خط قرمز بر از اینا معرفی میکنیم. ما باز به مکتب خود میبالیم، ما باز به استادگی خود میبالیم. ما برادر اون مردمکای فروشی وار نیستیم. این نسل میفهمیم دیوانه است. این نسل شور و عشق و مستی و سربلندی و اصالت و باور و اندیشه در تفکرشان طور جاسازی شده. بسیار مشکل است ایره بکشی بزرگوار، بسیار مشکل است. فقیرها را دستش بگیرین، بیچاره ها را دستش بگیرین، مادران که نان نداره برشون نان بتین، اطفال که غذا نداره برش غذا بتین، مکاتب برشون بازبانین، دانشگاه را برشون بازبانین. خدا در بیخ شما آدمای بی بنیاد، بی شرف، بی هویت، بی تمدن، بی خاصیت، قمچه زن، شلاق زن، بچه رقصان، زن ستیز مکتب بسته کنه، کله‌زرد و گلپی فروش بزنه. فهمیدی؟ یادم بتم شه که دیگه یک مطرح بکنم تعریفتونه. دلم میشه که در روزا براتون یک تعریف یک مطرح جور کنم. سایکو گروه جاهل باطل لندغر زن ستیز کونشین قمچه زن شلاق زن درزن بچه رقصان کله‌زرد گلپی فروش. فهمیدی یا نفهمیدی؟ دوغ فروش و شیر فروش دکوها جانتان بیادر چه میگن؟ همی کوزه را که میزنن شیرزنه زده نفستان برام. برتون یک تعریف دیگه دمتره جور میکنم بخیر دیگه دفعه. توجه باشی که مغرض مرض نگیرین برادر. تماس مماس زنگ منگ پیشنهاد مشنهاد این طرف چپ راست شرق و غرب چیز نکنین. فهمیدی یا نفهمیدی؟ گروهش بشی لوده لواتتکار بچه از رقصار زن ستیز. شما کلت بچه ویریش هستین به خدا. اینه زنده باد مکتب سربلند، زنده باد آزادی، زنده باد مقاومت، زنده باد استادگی، زنده باد تحصیل، زنده باد تعلیم، زنده باد حقوق برابر، زنده باد عدالت اجتماعی، زنده باد عدالت و شهروندی، زنده باد آزادی، زنده باد حق تساوی یک خواهر و یک برادر در یک جا. این پیام است براتون. این پیام ما بر شماست. چطور است آینکایم؟ خوبش است؟ چی گروه یک جاهل باطل لندغر هستین. سرطان دمی روزا شما را از زیر سست کده روان هستین. این ما برتان میگم از زیر شما را بولکست نیک سستک میشه. نو سستکتان کردیم کمک. اینا نیاز داره که پیچکا را باز کنیم آرام که چوکی را بگیریم فرقتان بزنیم. برادر این انرژی را که میبینی شور است. این چه شوری است که در دور قمر میبینم؟ این چه شوری است برادر؟ حدیث بگویم براتون؟ دید براتون بتون چه براتون بگویم؟ آقای یاور آمده که نمیشه یک خدا اکسره کمی ریشه به سنت پیامبری برابر بکنه، جور بکنه. فردا بخیر یک سفرک داره. ما غریب مردم هستیم، نه بیچاره مردم هستیم. این همی سفرک خدا بخیر تنظیم بکنیم، پیش بریم. هفته دیگه جوانایی که در واشنگتن استیت هستین شما را میبینیم. هفته دیگه رفیقایی که در الاسکا هستین شما را میبینیم.
دیگه ما شما در طول همین ما بخیر یک 4 5 سفر داریم، یکی دیگه خود بسیار میبینیم و فراموش نکنین که بخیر سالگرد تجلیل سالگرد شهادت قهرمان ملی شهید احمد شاه مسعود بخیر در کالیفرنیا تجلیل میکنیم، با شور تجلیلش میکنیم، سربلندانه تجلیلش میکنیم، با افتخار تجلیلش میکنیم، محکم تجلیلش میکنیم برادر، محکم تجلیلش میکنیم. اما یک تجلیل میکنیم که این بار باید بلرزین. اینو نگوین که شما در داخل یک جغرافیا بالای مردم قمچه و شلاق و دره میزنین باز از پیش ما چیز میمانه. برادر یادتان باشه آرام آرام ما تعدا به فکر خدا بسیار محکم گذاشت. با برادرکای سربلند پشتون خوب هیچ کاری نداریم. ما حرف ما که طالب است، گروهی قمچه زن و شلاق زن و در زن بچرخسان زن ستیز فاشیست قبیله گرای تمدن گریز کونشین کلزرد گلپی فروش یادتان باشه، یادتان باشه برادر. تریاک فروش شما خودتون مردم هستین دیگه. با برادرکای افغان عزیز ما اصلا حرفی نداریم. شما برادرکای ما هستین، شما بانوان سربلند ما هستین، به خاطر حق شما مبارزه میکنیم، به خاطر شما ایستادگی داریم، اصلا حرفی با شما نداریم. طرف فکری ما شما نیستین. طرف ما گروه وحشی است، جاهل است، گروه وحشی در داخل سرزمین اذیتتان میکنه، در بدرتان میکنه، مکتب برای خواهرتان بسته، آگاهی را برای خواهر و مادرتان بسته. این دید ماست، این دید ماست. امیدوار هستیم که شما این مسئله که بفهمین. فهمیدین؟ این دیدگاه را بفهمین، این اندیشه را بفهمین. کسایی که از دید طالب دفاع میکنین یادت باشه این تلفن ها کلش آیمی داره، آیمی داره. جگر تا خود میکن. کاکا هستی بیا تصویر تا بالا بکو، چهره تا بزن، من ببینم تو مرد باشی از طالب دفاع بکن. بگی که کاکا هستی کدام کاکا؟ کدامت کاکا هستی؟ از کدام کاکا این پایان دست بالا بکو. هستی صاحب؟ صاحب نیست کس نه؟ بیادر ما خود تو مردمی هستیم که گپ بسیار مقبول میزنیم. بله برادر، هم آیمی داری هم سوریال داری. نه شما نیستین. از کدام تا کاکا؟ جا کدام باشونی بچه که هسته؟ باز کمری تا شا باز بفرمین سه باز کنین سب کمرایتانو. اینا رو بچه خوب شدی، مبارزات خوب شده، با طالب و مبارزه میکنی. آسه آخر میداری دور پشتون خود نداری. بیشی پایان لندغر پایان باش لچک زور پشتون پایان باش. دیگه زور است یا چیز دیگه پایان باش لچک. این شما ما رو مجبور نکنین. نه ما به برادرای خوب پشتون احترام داریم. کسانی که تفکر انسانی را میپذیرن، کسانی که باور انسانی را میپذیرن، کسانی که به اصالت یک انسان دید میدن. درود بر شما. بله سلام علیکم آقای یاور صاحب، خوب هستین؟ علیکم السلام و رحمت الله و برکات. خسته نباشین. شما جور هستین؟ بخیر هستین؟ خانه خیر خیرتون؟ شکر لاله قد بخیر باشین، زنده باشین. ما ولی همیشه یاور صاحب می ویدیوهایتان زیادتر میبینم. بله و حرفایی که از شما سوال و جواب میشه. من یک جای نقطه رو به می تمام دوستا و یاد دارم. شما یک سوال میکنین چرا مخالفین سوال دور میتن دیگه طرف میبرن؟ به خاطر از این برادر زیادتر وقتم کامنت مونده جوابتون داده نمیتون در دیگه طرف میره. تفکر قبیلوی دارن لالای قند مرد بزرگوار. ما بس ما استدلال روی کتاب و سند است. یک برادر که در یک جای سرش فشار میکنه کی داو میزنه، کی توهین میکنه، کسی زورش نرسه، کسی فشار سرش به احساساتی شوه، چیز در دستش نباشه. ما شما مردم آرامی هستیم، ما به انسانیت وفادار هستیم، بر دید انسانی میبالیم، حرمت داریم بر انسان ها و حرف و پیام ما مطابق کتاب سند است. هر چیزی که میگیم اگر خلاف کتاب بود، اگر ثابتش کردن نتونستیم، ما به ملت مسئول هستیم. آدم یک حرفی را که میزنه در قبالش مسئولیت داره. مسئولیت اگر گرفتن کار ساده نیست. درست؟ اینا ما مسئولیت در قبال حرف خود داریم، دیدگاه در قبال حرف خود داریم. این که برادرها که طرفه میرن و کوشش میکنن که جواب ندن، کوشش میکنن توهین بکنن، بازم اینا نافهم هستند. خداوندگار بزرگ میفرماید، میگه آیا برابرن کسانی که میفهمه با کسانی که نمیفهمه؟ طبعا نه، طبعا نه. ما می شیطان شانه های خود انداختیم. یک آدم ما را بیاد توهین میکنه، اینا ما رو توهین نمیکنم، ما رویش ماچ میکنم، مرش میآموزانم، مرش ادب یاد میتم، مر رسالت در قبال یک انسان
تنظیم میکنیم. فرق انسان خوب و بد همیست. او توهین میکنه ما سلام میتیم، او به حرمتی میکنه ما برش انسانی جواب میتیم، انسانی جواب میتیم. به این خاطر بعض از دوستا امی عظمت بزرگی مهربانی و برادری و برابری و فهم درست از انسانیت ندارن. تعریف انسان بسیار ساده است. رسالت داره انسان. ولقد کرمنا بنی آدم. کرامت ما به عنوان یک انسان چیست؟ ادب ماست، رسالت ماست، جوانی ماست. جوانی که غرورش در ادبش نبود او رو سو بندازه. جوانی یک غرور داره و غرور جوانی در ادب زیب میده، در احترام زیب میده، در عزت سینه زیب میده، در پذیرفتن انسان ها زیب میده، در این که بتونی دلیل منطقی بر انسان ها بیان بکنی در این زیب میده. این باور ما میسته جناب بزرگوار. بله بله یوارچه بگر نگفته نمونه، من یک سرگذشتی که از طالبا دارم. خودم یک شخصی هستم که اول از پدرجان تاجک هستم از کابل و از مادرجان پشتون هستم از قندار. ولی یک سرگذشتی که من 4 سال از طالب دیدم در افغانستان که مرا از کجا تا کجا کشان، کوتاه میخوایم اینجا بیان کنم اگه اجازه تون باشه. چرا؟ وقتی که طالبا داخل شهر قندار شدن، من امروز روز در بانک مرکزی قندار وظیفه اجرا میکردم. باشه این کامری ما میلا میدم، اگه کسی مرا میبینه شاید بشناسن. مرد هستی برادر، ما اینجا احترام تا میکنیم. یه افغان نیستم هم در فرق خود میارم. سلام علیکم. علیکم السلام برادر. دیگه ما در بانک مرکزی باعث کامرای امنیتی ما وظیفه اجرا میکردم. وقتی که طالبا داخل قندار شدن، داخل چی شدن، سرما اولین کاری که کردن نمیره کردن که ریش کنین. صحیح ریش مونده، قرائت کنین، عبادت کنین. از درست است میکنین، مشکل نیست. ولی به خاطر که ما زبان ما اصل دریسته، به پشتو قدر ما که گپ میزنم مردم میفهمن که میفهمن که زبان تان فارسی است. خیر ببینید این رقم سرما فشار می آوردن، گای مرا درخت بسته کردن، لط کوب کردن، باشی پنشیریز. اندک یک جنگ میشد، اندک یک مشکل در قندار پیش میشد، کی بود زیر خطر در دفاتر یا شاید ما که بودیم حتما مسلمان ور دیگه اشخاص هم بوده دوجه. روز رسید که در قندار شاید دوستا یا شیاد یک حمله بسیار خطرناک شد در قندار که بیش از چقدر طالبا در یک روز کشته شدن یا شهید شدن، هر چی باشه. کسی که او را انجام داده بود یکی از دکاندارای بود که خودش قنداری بود. نامش زکی هم بود، زکی محمد زی بود یا زکی احمد زی میگفتنش. یک بچه جوان بود که به خاطر مشکلات پیسه و یا نمو کار کرد با مواد انتقال داد و انفجار شد. او را که گرفتن کامرا و یا را چک کردن، در کامره از او ماما آمده بودم. به خاطر چی؟ به خاطر که اینجا رئیس ما نامش مولا عبدالصمد منصوری است، کسی که خودش میگه که ما امروز شیخ مولا هیبت الله در یک جای کار کردیم. حتی باورتون شوه یه ورسر من یک روز در شعبهشان نشسته بودم در دفتر، بسیار حرفای زشت میزد. شما فارسی زبانا تازه مسلمان شدین، شما فارسی زبانا کافر بودین، ازی بودین. مجبوریت اقتصاد ما چوب بودیم، ولی از مجبوریت ما از ناخون اوگار ما غلط استفاده میکردن. یعنی در روز رسید که امو روزی که او بچه را گیر کردن، کامرا را چک کردن، آمدن در شعبه پیش من استخبارات از یا گفت که خودت منصور هستی؟ گفتم بله. یا گفت این نفر چطور میشناسی؟ که ما باید دفتر استخبارات بریم. گفتم چشم میرم، مشکل نیست. وقتی حرکت کردم اونجا رفتم، تلفن و کل چیزای مرا گرفت، گفت یعنی یک کار کرده. گفتم خب کرده باشه، من خود امروزی کدام مشکل ندارم یا میره غرض ندارم یا میره نمیشناسم. گفت نه که تو زیاد در کامرا یا معلوم شده دکان از اومدی. ما گفتم مرا رئیس گفته که هر چیزی که خریداری میکنین، چون ما انجینیر کامرا امنیتی بودم، هر چی خریداری میکنین از دکان بگیرین که زیر کامرا باشه. گفتم صحیح است. با گفته از او اول از این گپ خود رد شد. در قدم بعدیش 16 روز قسم ملت کوب شدم دوجه. 16 روزی رقم لطکوب شدم. یک نفرش آمد گفت که تا که شک به حقیقت تبدیل نشده بر از این دست درازی نکنید. ولی رقم لطکوب شدم، این رقم زدنک خوردم. یعنی تو بگویم براتون یاد گله داشتن که در بگرام ویدیوهایشان هم میدیدم، ما چون خارجی هم رای ما تو سلوک میکرد، تو لطکوب میکرد، ولی یا خودشان مرا دستای مرا که بسته کرده بودن مرا برهنه کرده بودن، لطکوب میکرد. به نام چی پنجشیری؟ تو پنجشیری هستی، ما چون تو فارسی زبان هستی، تو ما چیستی کار کردی و ما چون ما سر ثبوت داریم، خود ثبوت بکش. روز آخر وقتی که ما از وظیفه منفک شدم آمدم کابل، در علیه رئیس شکایت کردم، چون با گفتی رئیس آمده و تا جایی که معلومات کردم
این مرا گرفته بودن. مرا که آوردن در داخل امر بالمعروف و امی جای حقوق شکایت یا وقتی که من ششته بودم صحبت میکردم، آخری که یک سوال ازش کردم، گفتم سر ما ثابت ساختی که امی کار ما کردیم؟ چپ. گفتم به ذات الله قسم است روزی که حکومت افغانستان تغییر کنه، گفتم منصوری صاحب در هر کنج کنار دنیا پیدایت کنم ریش از رویت خشک میکنم. به خاطر که شما ور مثل آدما پیدا میشین، اشتباه میکنین، ظلم میکنین، نام هزاران نفر دیگه گفتم بد میشه. بدون شک برادر گرامی، بدون شک برادر گرامی دردها زیاد است. خداوند خودت عزت سربلندی نصیب بکنه بر خودت از خداوند. همچنان این صاحب صبر و جمیل توقع و تمنا داریم. خداوند شما را با جمع اعضای خانواده حفظ بکنه. بله واقعیت‌های عینی و چشم دیدی مردم زیادی است که در جغرافیا با همچون مسائل دست و پنجه نرم میکنن. خیلی خوشبخت و خوشحال شدم خودت شنیدم. برای خودت بقیه عمر رو بسیار خوش میخوایم. برای خودت سربلندی توقع دارم. همچنان بسیار خوب خوش پیش روی داشته باشی عزیز من. همچنان یارسی. لطفاً کوشش باور کنین تا جایی که من در افغانستان بودم هیچ نمیتونستم امرایتون هم کلام شوم، چون در افغانستان چیزا خو ممنوعه. ولی از وقتی که از افغانستان بیرون شدیم من اولین بارم است، من زیاد خوشم شدم. امرایتون زورشان میتک مرا میبینن یا نه؟ زورشان میداد یا نه؟ قدر بعدشان میامد، میبخشید که تو براتون میگم بسیار زیاد. فقط یگاله حرفی که یا میزدن میگفتن که این نفرها را باید ما پیدا کنیم. خب در این افغانستان است که اگه تو پیدا کنی زورت به چلانی. خوب مثل در افغانستان حالا یک کار بسیار عجیب پیدا کردن، جوانا رو گیر میکنن. پشتون بگویم یا کسی که تلاشی نکرد به خاطر که من پشتو حرف زدم، ولی دوستی همسایه ما کمرای ما روان بود پشتو یاد نداشت و تلاشی کرد. خود تعصب کرد. اینا بیدر نکنین نمی تعصب. های یا ورچه بیت حالات المیال در افغانستان جریان داره. من میگم یا میخواین که افغانستان پیشرفت بتنی یا به عقب ببره. کاملا برادر گران. خیلی خوشبخت شدم شنیدم مردم بسیار. همچنان یار صاحب همچنان. خدا کند حرفای مت سردردتان نکرده باشه، چی نکرده باشه. یک حادثه است که من بسیار هیچ وقت از یاد نمیبرم، بسیار سخت برام تمام شد. خواهش میکنم برادر گرامی، خداوند سرتان در امان خود داشته باشه. مواظب صحت سربلندیتون باشین. جمع از دوستان پیام و سلام ما را تقدیم بکنیم. خداحافظتان یار صاحب، ان شاء الله با صحبت میکنیم. درود بر شما. ببینین دوستا چقدر جوانان ما در نگرانی به سر میبرند، چقدر عزیزان ما در بیچارگی به سر میبرند، چقدر دوستان ما در شکنجه به سر میبرند، چقدر خواهران ما در بند هستند، چقدر ناراحتی و نارامی در داخل جغرافیای ما زیاد است و این باورها آرام آرام ما را از درون میخوره، از درون ناراحت میکنه. چند دقیقه که دیگه کنارتان هستم دوستای عزیز. اینجا نوبت ما هنوز نرسیده. من منتظر هستم. اینجا یک آدمک هست اونمو ما میفهمه اگر رقم ما که میمی ناز میکنه سر ما. خدا برسیم یک ساعت است ما خوب از باز بی نوبت میبینه بیچاره. ما رو منتظر شونده. خب باش ببینیم یک برادر که دیگه از چی گفتنی داره. گروه فاشیست قمچه زن شلاق زن در زن بچرخسان زن ستیز مکتب بستکن تریاک فروش کلزرد گلپی فروش اینمیست. چقدر زیبا شدین. سانگزه گرامی درود مرد بزرگ، آرزوی سلامتی. به احترام حرمت تعداد زیادی از جوانان سربلند و برادرانی که خودشان دید پشتون میدانند، ما مبارزات خود فوکس خود مشخص آوردیم روی دید طالب. علیکم السلام بنارسی گرامی، لطف میکنین. السلام علیکم. علیکم السلام. نان گرامی مانده نباشی، بخیر هستی؟ یوارسه خوب هستین صحتمند؟ حرف سرامیست. من یک شعر دارم به می تمام دوستان و بینندگان خودت و به هم فکرهای ما. میگه برخیز اگر چراغ امید میخواهی. برخیز اگر چراغ امید میخواهی. بله. برخیز اگر چراغ امید میخواهی. ره عزت و شکوای جاوید میخواهی. همین شعر خیلی خوشم آمد و یک مصرع دیگه هسته. نه بیم باد و نه هراس روزگار، دل استوار میگذرد ز هر غبار. هر غبار.
دلم هست ما یک شعر بخوانم. بسیار خوب میشنم. من همین مصرع دومش خیلی خوشم آمده که بیخی با همین مبارزه خود شما صدق میکنه که میگه دل استوار میگذرد ز هر غبار. دل استوار میگذرد ز هر غبار. مقاومتگر و آزادی خواه همین گفتنی را ما هم دارم که دل استوار میگذرد ز هر غبار. همون تو که ایره که تا اینک بخونیم یا بیا اینک؟ ایره نه همین تو همراه اینک بخونم که یکم هفته و سوجه. همین تو میگه گیرم گلاب ناب شما اصل قمصر است، اما چه سود حاصل گلها پرپر است. شرم از نگاه بلبل بیدل نمی کنید که از هجر گل نوای فغانش به هنجر است. از آن زمان که آینه گردان شب شدید، آینه دل از دم دوران مکدر است. فردایتان چکیده امروز زندگی است، فردایتان چکیده امروز زندگی است. امروزتان تلیعه فردای محشر است. وقتی که تیغ کینه سر عشق را برید، وقتی حدیث درد برایم مکرر است. وقتی ز چنگ شوم زمان مرگ می چکد، وقتی دل سیاه زمین جای گوهر است. وقتی که برخلاف تمام فسانه ها امروز شعله مسلخ و سرخ سمندر است. از من مخوا شیر تری بی خبر زدرد، شیری که از آن خون نچکد ننگ دفتر است. وقتی بهار وصله ناجور فصل هاست، وقتی بهار وصله ناجور فصل هاست. وقتی تبر مدافع حق صنوبر است، وقتی به دادگاه عدالت تناب دار بر صدر می نشیند و قاضی و داور است. وقتی که نقش خون به دل ما مصور است، وقتی که نوح کشتی خود را به خون نشاند، وقتی که مار معجزه یک پیامبر است. وقتی که برخلاف تمام فسانه ها امروز شعله مسلخ سرخ سمندر است. از من مخوا شیر تری بی خبر زدرد، شیری که از آن خون نچکد ننگ دفتر است. ما با زبان سرخ و سر سبز آمدیم، تیغ زبان برنده تر از تیغ خنجر است. این تخت پاره ها که به آن چنگ میزنید، تمانده های زورق و برخون شناور است. ارسی جهان مزن که در این عهد بی ثبات روز اول موعد مرگت مقرر است. اما هوای شور رجزه در قلم گرفت، سردار مثنوی به کف خود علم گرفت. در عرصه ستیز رجزخان حق شدم، بر فرق شام تیره و امت فلک شدم. مقموم دل شکسته و رنجور خستم، در ژرف نای درد حمیق نشستم. پاییز بی کسی نفسم را گرفته است، بغض گلوگک جرسم را گرفته است. دیگر بس است هرچی دو پهلو سرودم، من ریزخوار سفره ناکس نبودم. من وامدار حکمت اسرارم ای عزیز، من در طریق حیدر کرارم ای عزیز. من از دیار بیحقم از نسل سربدار، شمشیر آب دیده و میدان کارزار. ای بی ستون فاجعه فرهاد می شوم، کبزه به دست تیشه فریاد می شوم. تا برزنم به کوه و سکوت فغان کنم، راز هزار از پس پرده حیان کنم. داد چنان کشم که جهان را خبر شود، گوش فلک ز ناله بیداد کر شود. در شهر هرچی می نگرم غیر درد نیست، در شهر هرچی می نگرم غیر درد نیست. حتی به شاخ خشک دلم برگ زرد نیست. اینجا نفس به هنجره انکار می شود، با 100 زبان به کفر من اقرار می شود. با هر خزان صبح و گلدسته های شهر، هر روز دیو فاجعه بیدار می شود. اینجا ز خوف خشم خدا بر دل زمین، دیوار خانه روی تو آوار می شود. با ازدحام این همه شمشیر تشنه، هر روز واقع تکرار می شود. آخر چگونه زار نگیریم برای عشق، وقتی نبود آنچه که دیدم سزایش. دیدم در انزوای خزان باغ عشق را، دیدم در انزوای خزان باغ عشق را. دیدم به قلب خون غزل داغ عشق را. دیدم با حکم خار و گلها کتک زدن، مهر سکوت بر دهن قاصدک زدن. دیدم لگد به ساقه امید میزنن، شلاق شب به گرده خورشید میزنن. دیدم که گرگ بره ما را دریده است،
دیدم خروس دهکده را سر بریده است. دیدم هر آنچه دیدنش اندوه ماتم است. باز این چه شورش است که در خلق عالم است. از بس سرودم و نشنیدید خستم، من از نگاه سرد شما دل شکستم. ای از تبار هرچه سیاهی سرشتتان، رنگ جهنم است تمام بهشتتان. شمشیرهای کهنه خود را رها کنید، از زلف قار شاه ولایت حیا کنید. بیشک اگر که تیغ شما زلف قار بود، هر 4 فصل سال همیشه بهار بود. اما به حکم سفسطه بیداد کرده اید، ابلیس را ز اشک خدا شاد کرده اید. مردم در این سراچه بجز باد سرد نیست، هر کس کلاف مردی خود زد که مرد نیست. مردم حدیث خوردن و شرم و قی و حیاست، صحبت زهد که حرمت بالای اولیاست. مردم خدا نکرده مگر کور گشته اید، مردم خدا نکرده مگر کور گشته اید، یا از اصالت خودتان دور گشته اید. تا کی برای لقمه نان بندگی کنید، تا کی به زیر منتشان زندگی کنید. اشعار سیقلی شده تقدیم کس مکن، گل را فدای رویش خاشاک خس مکن. دل را حسیر دلبر مشکوک کرده ای، در در این نثار ری خوب کرده ای. آزاده باش هرچی که هستی عزیز من، حتی اگر که بود پرستی عزیز من. اینان که از قبیله شوم سیاهی اند، بیرق به دست و شام و غریب و تبایی اند. گویند این عجوزه شب راه چاره است، آبستن سپیده صبح دوباره است. ای خلق این عجوزه شب پا به ماه نیست، آبستن سپیده صبح پگاه نیست. مردم به سحر شعبده در خواب رفته اید، در این کویر تشنه پی آب رفته اید. تا کی در انتظار مسیح دوباره اید، تا کی در انتظار مسیح دوباره اید. در جستجوی نور کدام این ستاره اید. مردم برای هیبت من آبرو نماند، فریاد دادخواهی من در گلو نماند. اینان تمام هستی ما را گرفتند، شور و نوا و مستی ما را گرفتند. در موج خیز حادثه کشتی شکسته است، در ما غمی به وسط دنیا نهفته است. رفت دیگهش باشه. یه هم تقدیم روی ماهت انم نگران. ماشاءالله ماشاءالله، خیلی مقبول یاور صاحب. فقط یک گفتنی اینا در کلام شعر به طرف ما برای شما میخوایم بگیم جان، کمی خلاص شود مسئله شعر. ای آخری که برای شما میخوایم بگیم یه است که میگیم به عهد خیش وفادار میمانیم، برای سربلندی وطن میخوانیم. نبا ستم کاری که شما میکنیم، ما ستم نکردیم و نمیکنیم. نبا ستم که با خرد و همدلی، چراغ عزت این خاک را میافشانیم. صدای کوه و دشت ندای آزادی است، نسیم صبح پیام سربلندی است. بله، همیشه سربلند باشین. ظلم و تعصب و بدبختی را کسی میکنه که صلابش نداره. ما قلم به دست داریم برادر. بله. زور ما قلم است. یعنی قلم است. بله. قلم است زور ما ادب ما، زور ما رسالت ما، زور ما حق ما، زور ما سربلندی ما، زور ما قمچه نیست، شل ما شلاق نیست، زور ما بی ادبی نیست، زور ما بی دادخواهی برای عدالت است. بله دادخواهی برای عدالت. از راه قلم، از راه ما حق، میگیم مرگ به طالب، ما میگیم مرگ به توریسم، ما میگیم مرگ به تعصب، ما میگیم مرگ به بی‌عدالتی، ما میگیم مرگ به قمچه زدن، ما میگیم مرگ به شلاق زدن، ما میگیم مرگ به این که خواهران سربلند این سرزمین عزت آبروی ماست. شما نگران بسازید و ما شما را سید بکنیم. بله. سایکو این خالگه که سایکو صدف شاب خاله جان حالا بده یگان کریم بریم تا بفروش. حالا بچیم حالا تیز مسواک تا بفروش ساعت تیر شوه. حالا تیز خاله روان کلن که تا یگان مسواک داری، یگان عطر مطر داری بخرم از پیشت خاله. حالا تیز دکانداری تا بکن جانم، زود تکده دیگه خاله جان. لفترین تا بزن. دکاندارا بیکار مونده، حالا سیستم آنلاین شده کلش بگو. لینک باید جور کنم. حالا دیگه دکان مکان تا
چیزی که داخل دکانت برو فروشات تا بکو کمبود کردی مرا بگو که برات یگان چیز بفروشم حالا دیگه تیز کرده خاله فروشات کلش آنلاین شده باید لینک جور بکنه. به هر رنگی که جامعه بپوشین من از طرز خرامت از خرامت میشم. زمین خدای شیر زیبایی از خدای مامین تو بانم که دیخی برشان تغییر بکنم. همین شعرتانه که گفتیم ما چندین بار 10 بار ما شنیدیم. به هر رنگی که جامعه بپوشی من شد از طرز خرامت میشناسم. خرامت میشناسم. بله بله. امی دوستایی که در دیسی هستین من سبا یک سفر به دیسی دارم اما بسیار محدود از سفرم. در حاشیه سفر اگر وقتی داشتم حتما شما دوستا را ملاقات میکنم بخیر. و این سفر شانس مونده نمیشه. با خدا قسم نام خدا فرض ما یاور صاحب اگه اجازه تان باشه که از حضورتان مرخص شدم که اینجا ما در جای کار مصروف شدم سر مسئله. خداوند تو را سربلند داشته باشه. خداوند تو را نشرمانه باز مک تماس میگیریم کتت امی رئیس به دفتر ما اگه ما کتت وصل میکنم همچنان که مک زرا من کوشش دارم از این خاطر مسیج ماندیم براتون حتما مسیج زیاد است ندیدین. خب هر وقتی که وقت داشتن ما داخل تماس خود تدیدم فقط منتظرم هستم که ما دمی ما خیلی مصروف هستم 4-5 سفر دارم یعنی این سفرها رو کمک تنظیم بکنیم. ما دوستا را میگم که در هنگام فراغتشان با خود یک تماس بگیرن که بعض از موارد بعض از مسائل پیش ببریم بخیر. ما در خدمت هستم از کار شما واره. خداوند خواهش میکنم لالا خواهش میکنم سرم هستم خدا کنم قربانتان روز خوش خداحافظ. سلام. برادرکای افغانم شما ناراحت نباشین دیگه سعی کنین ما بس ما طالب است. ببین اگه طالب نیستی چرا دفاع میکنی؟ چرا؟ او بچه مستربین میفهمیم مستربین یک آدم سرشناس است دیوانه خوار مادرت هم مستربین نمیشناسه. ببین بچه نه مستربین شخصیت مستربین نمیفهمی. دکتر مستربین برادر مستربین تو را ورخلوده نیست مستربین است آقای مستربین است یک سوپر استار میفهمی؟ ما با مستربین بسیار فاصله دارم برادر. مستربین است که مرا سعی سلبریتیز برادر انگلیسی میفهمی؟ شما مردم یک تعداد تا اینم قلاوده هستی ستوری قرن خدا است مستربین قلاوده تنوز نمی‌دونی مستربین نشناختی بسیار بی‌عقل هستی برادر. تا مستربین شدن 5000 سال دیگه تو باید بزنید که مستربین شوی. مستربین است آقای بزرگوار ستوره در پکتیام بری مستربین نمیشناسه در غور هم بری مستربین نمیشناسه در ژاپن هم بری مستربین نمیشناسه لاودر که چهار تا فلا همش لندغه شوخی میکنم در دل نگیرید والله خانم. خب باش که نمیشه و قرآن یک اکانت از تکساز آمده. اوه رفیقای تکساز جاجی صاحب بیارین بالا. بله کلاگی میشناسم. سلام یاور صاحب بزرگوار چی حال دارید؟ درود بر شما جناب آقای صاحب گرامی مونده نباشین وقتان بخیر. بخیر شکر هستم که روز شب خوب داشته باشین با جمع از دوستان. لطف میکنیم برادر گرامی. باش که شوخی هم بکنم در ابتدا. بفرمایید. برادر تنها موضوع از این نیست که حال جعل هویت صورت میگیره. بله سر آجی صاحب گرامی در این قرن کار کردیم بی سابقه است. ما نواسی غازی نایب امین الله خان لوگری هستم. خداوند تر سربلند داشته باشه. تذکره پدر ما تاجک است، پدر کلان ما تاجک است، تا خود نایب صاحب تاجک است. تو برادر دی دوره بر ما گرفتن تذکرهای ما را کلش پشتون نشته که دی چطور میشه؟ رو برادر اکای افغان سعی کنیم نواسی نایب صاحب خدمت تو تماس بگی باز موتی موضوع را بسیار کلان رسانه‌ای میکنیم بخیر. این موضوع بسیار ما ایران شدیم که برای ازی چی آدم بگوید. ما تذکری نایب صاحب بازی نایب امین الله خان لوگری نایب سلطنه اولین کسی که از طرف جنوب در سر انگلیس حمله کرده با 7000 سپاه ولی او آدم ها تذکریش ساختن پشتون. یا دیگه از این کاکایی تاجیک استفاده میکنن به زور کش دارن ما را که بیایی شما ما باشیم. برو بچه نیستیم شما
کدما آجیسه به همینجا دوستای مدیراتور میگم که شمارهتان روان بکنین، باز ما کد خود تماس میگیریم. ما در می موضوعات سرشک فکر کلان داریم. بخیر باز یک بحث دیگه هم دارم او برادر، یک قصه جالب دیگه کلمه در خانه در جنجال مانده. نه تاجیک آقا پشتونی چطور بکنیم؟ نه او را بفهمونیم. آقا ببخشید آقا طرف از لوگر است ولی از تاجیکای لوگر است. حالا ما در بین مرز ماندیم، نه زو طرف میشیم نه از این طرف. دیگه ما شما جور میکنیم. بخیر باشی آقا عزیز. خیلی خوشحال شدم. بحثایت هم میبینم، بحثایت بسیار شیرین است. من اگرچه هیچ وقت زیاد وقت کامنت نمیتونم، ما چی نمیکنم، آخر گفتم باش که یک مسیج بکنم که برادر بک یک بحث دیگه جالب‌تر آورد پیدا کنم. ایره به ما مسیج بکن که باز شما یک روز ایره بسیار رسانه‌ای میکنیم، ایره کلام میکنیم. افتخار است ما نایب صاحب افتخار است ما یک روز بر از او یک برنامه خاص میگیریم، تر دعوت میکنیم از کارنامه‌هایش، تصاویرش بیار، گپایش بیار که دوستا عزیزا جوانا بفهمن بشناسن. یک بار یک دمی زمان وزیر فرهنگ مخدوم رحیم که بود، یک تذکره دیگر از یک عکس دیگر چاپ کرده بودن. سبا اگه زندگی باشه ما جناب وزیر صاحب ما فردا پس فردا نزدیک ملاقاتشون میکنم. بخیر دیگه اولگیرشان میره. وقت طرف دی سی کامدی باز خیر خود دی سی هستی؟ ما دی سی هست. ما فردا یک نشست دعوت هستم. میرم به جا یک نشست هستم. ممکن تا ساعت 8 9 شب اما نشست ما دوام داشته باشه. 9 بجه بیرون میشم. شب هستم کمی درگیر هستم چون یک ملاقات دیگه هم با دوستا دارم. قرار است اونا رو یک ساعت 2 ساعت ملاقات بکنم و یک شنبه روز دیگه باز اگه زندگی بود طرفای چاشت یک آنجا که ما نشست داشتیم یک تماس میگیریم اونجا خواهد دیدیم. ان شاء الله سفر بخیر باشه. با امید موفقیت به افشار چی بیشترت بیادر. خوش آرام سربلند هم تو میگه قامتت استوار هم چی سر روی باشی بیادر. لطف میکنین. مرا مادر بزرگوار دارم. مرا یک روز گو بچیم چی میخوایی؟ گفتم مادر در سر این ملت شهادت. هدف ما میست. چی افتخار از این بالاتر؟ این ملت امروز نفهمن 5 سال بعد 5 سال بعد نفهمن 10 سال بعد 10 سال نفهمن 20 سال بعد 20 سال 5 یک روز خو میفهمن. یک وقت خو میفهمن. همیالو میفهمن. یا ورسه نام چی جاوید شد مردنش آسان کجاست؟ در شکر بمیری چه قبد پای تو بخوره یک جای کلید بخوره بفتی همه تو بری چه قبد زیر کمپل بمیری چه قبد یکی در بچه رقصاندن بمیری چه قبد یکی در قمچه زدن بمیری چه قبد یکی مردم حقش بخوری چه قبد یکی در سربلندی تو سرگردن تو استوار بگیری چه مزه بکنه به خدا قسم. چی ملت نازنین داریم که سرش دویدم میدم میگه من سرم میتم قوم من نمیتم سرم میتم عزت من نمیتم. چه سر بلند ملته به خدا قسم که ما خب بیادر فعلا امی تاجیکا در یک دمی زمان یک قدرت جالب به دست آوردن. یعنی میدیا رو اون طرف هم میبرن این طرف هم میبرن هر طرف دلشان شده بیادر نیمیه همه راست میکنه جوی بیلا در سر شالشان. یعنی قدرت هم نارد شد. این فهم است. این دیگه چیز نیست. یا فهم دارن آگاهی دارن. چرا تاجیکا بعض اوقات با هم جور نمیارن؟ چون کلشان اکادمیک هستند. کلشان ذهن دارن. کلشان یک نوآوری دارن. کلشان یک فکر مشخص انسانی دارن و هر کدامش خودشان است. به این خاطر ما پارچه هستیم چون هر کدام مفکوره داریم. اتفاقا نیست که در ما یک لندغر باشیم از یک جای پایان شده باشیم یه چیز نفهمیم باز یکی یک گپ زد ما کل ما بدویم. نه او یک دیده داره یک دیگه یک او برادر از ما لندغرای ما خیلی با عزت هستن. تو لندغرای کاکا داریم که بعد تو لندغر کاکا داریم که میگه خونم وطنم. خونم وطن. به خدا قسم است. امی خوب هستن که یا خوار نمیفروشن مادر نمیفروشن عزت نمیفروشن به خاطر خوار مادر سر میده. هم از خود هم از دیگران دیگه باش بیادر که ما رو میشه که یار عزیز با امید دیدار هر چیز زودتر. من انشالله با دوستا یک تماس خود داشتم. بیا باز ما و خودت هم شاید رقمی یک مرم عکس ای آی از بیادر یک چیز کپی شدگیست. باز خیر اگر از نزدیک دیدیم باز زیاد رابطه های نزدیک هم خود پیدا شد. باز خیلی از دوستا هم باز خود
دانستن که اگر میگن کسایی همجا رئیس دفتر ما هست فعلا. انشالله خیلی در وقت شرایط بعدش باز هست. ما همیجا یک اختارم برام داد. من این سفرهای ما اکثرا مرا نمیمانند بگویم، خب از دارم برآمد. همونجا هست رئیس دفتر ما هم است، نماینده امریکای ما هم است، برادرای ما 3 نفر در یک نشست بسیار خاص دعوت هستیم دیگه. این نشست سرنوشت ساز است بر ما و این نشست ما رو میسازه. رئیس دفتر ما هم عاجل یک اختاریه. مرام کارت جناب رئیس دفتر، قلب سلام رئیس دفتر، یگان بیادر از جوار مردا بسیار مرتر از قدریایی که قدر میغورن یا بریده نمیتونن. نه بابا لالا یک چیز است. خب امی آزادگی امی درون، ما به یک چیز بسیار باورمند هستم. ما ایمان داریم، نه ایمان داریم. ایمان به چی داریم؟ ما میگیم ایمان به چند است. وقتی میریم داخل دیدگاه ایمان میشیم، آمنت بالله داریم. آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر قدر خیر و شر من الله تعالی و البست. ما به روز خیر و شر، به روز زنده شدن و مردن باورمند هستیم. وقتی به این تکیه میکنم دیگه چیزی نیست که ما را نگران وضعیت بسازه. برادرکای افغان ما را سعی کنه امریکا یک رقم ناسینا کشال. یا ورسای ما مرگمون باعثت است. ما گفتم ما خب ایمان باور دارم. ایمان یک انسان وقتی ما ایمان میاریم ایمان به خیر و شر داریم. ایمان به قدر و سربلندی خود داریم. ایمان به روز آخرت داریم. امروز به زنده شدن بعد از مرگ داریم. ایمان به داریم که به اراده خداوندگار بزرگ هیچ چیز تکان نمیخوره. ما این همه عمر داریم. اگه عمر ما در 20 سالگی، در 30 سالگی باشه، 30 سالگی تمام میشه. اگه 40 سالگی باشه، در 40 سالگی تمام میشه. مرا برادر کسی بد میگه، مرا کسی خوب میگه، مرا کسی دیوانه میگه، مرا کسی هوشیار میگه، کس مرا هر کس هر چی میگه آزاد است. ما بر مردم سربلند سرزمین خود به خاطر آزادی، به خاطر عدالت، به خاطر برابری، به خاطر برادری ایستاده هستیم و در این راه هیچ ترس بیم و هراس از کسی نداریم. یاور صاحب، دیوانه هستیم دیوانه وطن خود، دیوانه هستیم دیوانه قوم خود، دیوانه وار دوست داریم، هم وطن خود هم قوم خود. بدون شک. خوشحال شدم. الله اکبر. بخیر سلامت باشی بعدا. بخیر باشید. آخر کلام. اوقات خوش، سربلند، کامیاب، موفق. بخیر باشین. اوقات خوش. بچه آفتاب مانده نباشی. خوش آمدی. سعی کنم کدام سعیدوی عزیز اگه باشه که دل ما را خوش کنه در این سر روز. It's almost 2 hours. سلام یاور صاحب محترم. Almost 2 hours. اوکی. بزرگوار درود. صحبتتان کوتاه میشنم عزیز من همینجا یک اپاینتمنت دارم، نوبت ما رسید، باید بریم. سلام و عرض ادب خدمت شما. علیکم السلام و رحمت الله و برکات برادر گرامی. چی حال دارین شما؟ خوب هستین؟ صحت شما خوبه؟ لطف میکنین صاحب. خدا شما رو کم. من خیلی وقت تعقیب میکنم پروگرام شما را. لطف میکنین. خیلی خرسند هستم چون جوان غیور هستی، از ملت شجاع قوم تاجیک هستی و همیشه بر حق سخن میگویی. لطف میکنم. مانند همه برادر خود ما که پیشتر نایب صاحب دلای به شما بود، همچنان در وقت دکتر نجیب چنین اتفاق بر ما و برادرم هم در تذکیرشان اتفاق افتید. ما از وزارت داخله همراه برادرم یک جای تذکیره گرفتیم. همچنان اتفاق بعد از یک هفته ما این تذکیرهای خود آواز کردیم. ما دیدیم که دمی تذکیرهای ما ملیت ما را پشتون نوشته کرده بودن. ما دویدم در اتاق دیگر برادر خود گفتم تو تذکیریت باز کو، از ما را خود پشتون نوشته کرده. او هم باز کرد، از دورم پشتون نوشته کرده بود. خویی را ما فراموش کردیم و تذکیره تقریبا نیست نزد ما، چون در افغانستان مونده.
این برادر ما یادآور شد و همون زمان یاد خود ما آمد. من در این حساب خیلی مشکوک شدم که اینا چقدر خود اکثریت فکر میکنن که تقلب همیشه کردن در زندگی خود. گوش کنیم و ملت. امشالله گومی از یا آمدن یا برادر گرامی، پریش بسیار معذرت میخوایم، چند سال برادرین شما؟ ما تقریبا از 50 بالاتر هستم. شما را خداوند حفظ بکنه بر ما، خداوند شما را سربلند داشته باشه. بله نگرانی ها وجود داره. دوست داشتم که زیاد هم رایتان صحبت بکنم. من شما را فالو میگیرم چون من تازه یک اپاینتمنت دارم، وقتم رسیده. یک روز دیگه بر شما اینوایت میتم بالا بین، یک مقدار طولانی صحبت میکنیم با هم. قربانتان، من خیلی دردا دارم براتون میگم. من شما را فالو قربانتان یاور صاحب. من فالو گرفتم شما را فالو گرفتم. قربانتان، تشکر. لطف میکنم. بسیار پوزش میکنم. خواهش میکنم. خیر باشین. دوستان گرامی، بر شما هم از خداوندگار بزرگ طلب سعادت سربلندی دارم. حیام به کامتان. 216 نفر روی یکای مقبول و نازنین همیتان میبوسم. شما را به خدا میسپارم از درون قلبم، از راه دور از قلب نزدیک. همیتان دوست دارم. یادتان باشه. خدا نگهدار.